درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم دوشنبه سیوم ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه تاجیکستان مناقشه در مرز با قرقیزستان را جنگ تجاوزکارانه نامید. تنها در نزد درغات گلفنوی جسد بیش از 25 ساکن قرقیزستان را پیدا کردند. 17 خانه و یک مکتب را آتش زدند. در سوختار نقطه فروش سوزشواری اکو اویل در اسپیچک 29 نفر مجروح شدند. در یک هفته اخیر در تاجیکستان با 3 کودک غرق شدند. اخبار وزارت کارهای داخله: کشتار اندیه در پایتخت، قصد کشتن امسر، غارت پول مرد مست و دزدی جواهرات یک زن. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی کل تاجیکستان روز 3 ماه خبر داد که روز 29 اپریل نسبت به یک گروه خدمتچیان حربی و شهروندان قرقیزستان بر اساس 2 بند کودکس جنایتی تاجیکستان آغاز یا پیشبرد جنگ تجاوزکارانه و کشتار 2 شخص یا بیشتر از آن پرونده جنایتی آغاز کرده است. کودکس جنایتی تاجیکستان همچنین جزا برای این نوع جنایت‌ها از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد پیش بینی می‌کند. به این ترتیب مقامات تاجیکستان رسما مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان را همچون جنگ تجاوزکارانه ارزیابی کردند. در مناقشه های روزهای 28 و 30 اپریل در مرز اسفره و ناحیه بادکند و ناحیه باباجان غفوروف و لیلک بیش از 50 نفر کشته شده، بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. بیش از 100 خانه و 10 دکان و مغازه و چند پاسگاه و مکتب سوزانده شد. حدود 40,000 نفر اساساً زنان و کودکان را از نقاط داغ به مناطق امن کوچانیدند. دادستانی کل تاجیکستان گفت روز 29 اپریل ساعت 11 یک گروه حربیان و ساکنان قرقیزستان عبارت از 200 نفر در نزد سربند آب تقسیم کنی گلفنوی گرد آمده. با وجود موافقت پیشکی مانع نصب ویدیو کامراهای نظارتی از جانب مهندسان تاجیک شدند و سنگ پرتایی نموده همزمان سیمچوبی را که در آن شهروندان تاجیکستان کار میکردند بریدند. این اغوا به گفته دادستانی کل تاجیکستان به بی‌ترتیبی های عمومی آغاز گذاشت. دوشنبه گفت که این بی‌ترتیبی ها از جانب خدمات سرحدی جمهوری قرقیزستان تشکیل کرده شد. برای به اعتدال آوردن وضع به جای حادثه کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با رهبری رئیس شهر اسفره بهادرزاده بهاویدین حاضر شدند که به سوی آنها از سلاح آتشفشان با مقصد نیست کردن جسمانی آتش گشوده شد. در نتیجه رئیس شهر اسفره و دیگر کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان اینچنین اهالی محلی جراحت‌های وزنین برداشتند. به کردهشان قناعت نکرده شخصان بالوذکر با دستگیری شماره باز هم زیادتر خدمتچیان حربی و اهالی محلی با سلاح آتشفشان در دست، تکنیک حربی و دیگر نمود سلاح‌های آتشفشان به اهالی محلی، ابیکت‌های انفراستراکچوری و دیدبانگاه‌های سرحدی تاجیکستان هجوم مسلحانه کردند. در نتیجه یک چند نفر کشته، 10 یره‌دار و شماره زیاد خانه‌های استقامتی، انشاءات‌های سرحدی و ابیکت‌های انفراستراکچور سوزانیده شد. به شهروندان و دولت زیان مخصوصاً کلان مادی رسانیده شد. گفته می شود در اظهارات دادستانی کل تاجیکستان. دادستانی کل تاجیکستان در اظهاراتش گفت استفاده قوه‌های مسلح از جانب دولت بر ضد صاحب اختیاری، تمامیت ارضی یا استقلالیت سیاسی دولتی دیگر یا با یگان ترتیب دیگری که به آیین‌نامه سازمان ملل متحد یا دیگر شرطنامه‌های بین المللی مخالفت می نماید، همچون حرکت تجاوزکارانه بها داده می شود. با گذشت چند روز از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که دست کم 50 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت، معلومات درباره چگونه کشته و زخمی شدن این 10 نفر همچنان خیلی کم است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 2 ماه خبر داد که در دست کم یک حالت کشتار آدمان را همچون کشتار دست جمعی ارزیابی میکند. بنا به معلومات مقامات این اداره در موضع درغات گلفنوی در جماعت اقصوی نویه بادکند که در مرز با دهه خواجه علای جماعت چورکوی اسفره تاجیکستان جایگیر شده است، در پی یک تیراندازی از مینامیات
جسد بیش از 25 ساکن قرقیزستان را پیدا کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت شماره قربانیان این تیراندازی باز دقیق کرده می شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت در رابطه با مناقشه های اخیر در فهرست یگانه جنایت ها و قانون شکنی های آن کشور 11 پرونده جنایتی علیه ثبت شده است که از این شمار 8 پرونده را خدمات تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه بادکند و 3 پرونده دیگر را مقامات شعبه کارهای داخلی ناحیه لیلک تحقیق می کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان بر اساس ارزیابی‌های اولیه خبر داد که تنها در اسفره 14 خانه پوره تخریب شده، 2 خانه دیگر و 1 انشاءات یاری رسان قسما ضرر دیدند. همچنین 1 خانه استقامتی و 1 مکتب در دهه افچ قلچه نویه باباجان غفورов قسما ضرر دیدند. حالا 1 کمیسیه ویژه به بررسی پوره حجم ضرر رسانیده شده به خانه های مردم در 3 جماعت سرخ، وارخ، چارکو، اسفره و در جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفورov مشغول بودند. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده روز 3 می در یک جلسه خبر داد که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امر داده است که تا خانه های سوزانیده شده مردم را در بین 1 ماه پوره از نو بسازند و به صاحبانشان بسپارند. کمیته حالتهای فوق‌العاده در اسفره و ناحیه باباجان غفورov جبار رسول و اسپیدامین که با قرقیزستان مرز مستقیم دارند کمیسیون اواکواسیونی تشکیل شده حدود 15,000 ساکنان دهه‌های نزد مرزی را که در منطقه‌های نظام مانده بودند و به حیاتشان خطر تهدید میکرد به مکان‌های امن کوچانیدند و حالا این ساکنان به خانه‌های خود برگشتند. وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان روز 2 می گفت در جریان مناقشه‌های اخیر در مرز ناحیه‌های لیلک بادکند ولایت بادکند با ناحیه‌های اسفره و باباجان غفورov ولایت سوخت تاجیکستان 78 خانه، 2 مکتب، 1 باغچه کودکانه، 1 اداره پلیس، 3 پاسگاه مرزبانی، 10 نقطه فروش سوزشواری و 8 مغازه و 1 بنگاه طبی را آتش زدند. مناقشه های روزهای 28 و 30 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با بیش از 50 کشته و حدود 250 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه های مرزی چند ده ساله های اخیر در آسیای مرکزی دانسته می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت در سوختار شام 1 می در نقطه فروش سوزشواری ایکو اویل در محله اسپیچک یک شهر دوشنبه 29 نفر آسیب دیدند. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که در نتیجه سوختار 11 نفر جراحت‌های سبک سوزش بدن برداشتند، ولی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت از 29 نفر جراحت برداشته 13 نفر به مرکز طبی رقم 3 شهر دوشنبه و 16 نفر به مؤسسه دولتی مرکز ملی شفابخش انتقال داده شده. از شفابخش 12 نفر و از مرکز طبی رقم 3 10 نفر را بعد معاینه طبیبان به خانه‌هایشان جواب دادند. عین زمان در مرکز ملی شفابخش 4 نفر جراحت برداشتگان بستری‌اند که 2 نفر آنها حال وزنین دارند. 3 نفر از ضرر دیدگان زنان از 25 تا 47 ساله می باشند که حال یکی از زنها وزنین گزارش شده است. گفته می شود در خبر کمیته حالتهای فوق‌العاده بنا به این منبع شام 1 می ساعت 18:30 نقطه تأمین سوزشواری ایکو اویل که در ناحیه سینای کوچه ظفر برش محله همدانی واقع است و به صاحبکار 33 ساله ساکن پایتخت سال تولدش 1988 استقامت کننده شهر دوشنبه تعلق دارد به ناگاه آتش گرفت. در نتیجه سوختار بالاپوش مغازه شفت ایکو اویل، دیوارهای سن حولی خانه رقم 17 و شیشه های تیرزه های باغچه خصوصی کودکانه فضل 2010 نیز قسما ضرر دیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت برای فرو نشاندن آتش 16 عدد تکنیک مخصوص سوختار خاموشکنی جزو تمهای خدمات آتش نشانی شهر دوشنبه، 13 عدد تکنیک های ریاست استفاده بری راههای شهر دوشنبه، 9 عدد تکنیک یاری تعجیلی و زیاده از 50 نفر هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی 2 ناحیه سینا جلب شدند.
زبان آتش به حد بزرگ بود که تنها ساعت 22:12 به پورگی خاموش کرده شد. گفته می شود در ایتالیا در ویدیوی اجرای حادثه نشر شده صدای ترکش نیز شنیده می شد. احتمال می رفت که یکی از انبارهای مواد سوخت ترکیده باشد. وزارت کارهای داخله گفت در سوخت فروشی که در گرفت بیش از 60 تن سوزشواری نگاه داشته می شد. دکانی که دچار سوختار و ترکش شد قبلا به شرکت امید 88 تعلق داشته در پهلوی مسجد مهکلان جایگیر شده است. امید 88 یک شرکت زمان پیشتاز در بازار مواد سوخت تاجیکستان بود. بعد حبس رهبرش اودینایف در سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد. اودینایف ماه مارت سال جاری با زخم معده از محبس به بیمارستان محله یکم سویتسکی آوردند، ولی او در اول ماه اپریل در روی کت بیماری از دنیا درگذشت. در یک هفته آخر از 26 اپریل تا 2 مای در دریا و کانال‌های تاجیکستان 3 کودک نابالغ از 5 تا 12 ساله جان باختند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد. از جمله روز 26 اپریل در شهر ایسار یک پسر بچه 12 ساله هنگامی از مکتب به خانه برگشتن همراه رفیقانش به خاطر کوتاه کردن راه میخواهند توسط یک لوله کانال کلان ایسار گذرند، اما این کودک موازنت خود را نگاه داشتن نتوانسته به آب افتاده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات دهندگان جسد این نابالغ را تنها بعد 4 روز 30 اپریل ساعت 12 از کانال کلان ایسار تخمینا 1.8 کیلومتر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده از آب برآوردند و به والدانش سپردند. همین طور بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 1 مای یک کودک 5 ساله ساکن دهه جاویدان جماعت قره‌طاق در کنار شهر ترسونزاده به دریای قره‌طاق افتاده است. جسد او را بعد نیم ساعت پیدا کرده به پیوندانش سپردند. روز 2 مای یک کودک 7 ساله ساکن دهه کارگردان جماعت چلدره نویه سنوار در شرق تاجیکستان هنگام گذشتن از پل خودساخت به دریا افتاده غرق شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت کارهای جستجویی برای پیدا کردن جسد این کودک از جانب ساکنان محلی و نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه رشت ادامه دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی مرگ این 3 کودک بار دیگر از والدان خواسته است که فرزندان خود را بی نظارت نگذارند و از چنین فاجعه‌های تلخ پیشگیری کنند. از اول سال جاری در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی دست کم 20 نفر از جمله 8 کودک غرق شدند. این هم در حالی که موسم آببازی هنوز آغاز نیافته است. سال گذشته در آبهای جمهوری 107 نفر از جمله 33 نابالغ از 4 تا 17 ساله جان خود را از دست داده بودند. ساکن 29 ساله جماعت رودکی نویه واسع با گمان آدمکشی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که روز 2 مای تخمین ساعت 15:30 در کوچه لاهوتی شهر دوشنبه از حیثیت اوباشی با یک همدیهه 31 سالش جنجال کرده به قسمت پشت او یک ضربه کارد زده است. در نتیجه جبر دیده ساعت 22:50 در بیمارستان جان داده است. سبب مناقشه خونین دو همدیه در پایتخت معلوم نیست، ولی به قاتل بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرد 55 ساله ساکن جماعت نوفروژ شهر ایسترفشان صبح 30 اپریل ساعت 7:30 در خانه‌اش با همسر 46 ساله خود جنجال کرده با کارد به شکمش زده است. زن جبر دیده را با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کردند. نسبت به شوهرش بر اساس قسم 1 ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشودند. به او بر اساس این بند قانون برای رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. یک جوان 21 ساله قبلا سود شده از جماعت اونچه نویه باباجان غفوروف به آن گمان بر می شود که شب 24 اپریل تخمینا ساعت 21 در حدود محله 34 شهر خوجند از حالت مستی یک مرد 67 ساله استفاده برده او را لطوکوب کرده است و از جیبش 112 سامانی را کشیده گرفته است. نسبت به این جوان این دفعه بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان
پرونده جنایتی آغاز کردند. به او برای غارتگری یعنی به صورت آشکارا تصرف کردن مال و پول دیگران از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. دو جوان 19 و 21 ساله ساکن جماعت اوریون نویه کوشونیان به آن گمان بر می شوند که شب 23 به 24 مارس تخمیناً ساعت 00:30 برای پنهانی به خانه استقامتی یک زن 57 ساله همدیه‌شان در آمده یک گردنبند طلایی، یک جفت گوشوار طلایی و تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیدند. حجم ضرر رسانیده شده به زن صاحب خانه 11,000 سومانی برآورده شده است. با این دو جوان دستگیر شده بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان برای دزدی جریمه به اندازه از 60,000 تا 120,000 سومانی و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.